16 نفری نکاح نمیرسیدگی را به یک روایت اهل اقاربتانه دست یاری دراز کنید. این اخی 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 و 100 هزار دلار دیگه صندوق بجا کرده ایستاد. چی منفعت داد؟ چی ثواب آورد؟ چی اجر مهنت آورد؟ همون را زمین کنه، باغ کنه، یک جای محنت خانه کنه، کسب خانه کنه، تجارت خانه کنه، دکان کنه، مسافر خانه کنه، چای خانه کنه، یک چیزه یا یک خانه استقامتی کنه، یک شب پسر دختر عمه خاله تقای عمه بی خانه را برای بشلانه، بی صاحب بی کس بی نوار قرضدار بی خانمان و بی جاوپا را حالی هزار سنت کوارتیر یک کمنتر کوارتیر دمیتیا اینا من نه به هر یکیش خطب بر بشینان نه خیلی همین ما مسلمان ها مسلمان میگن همین بغیر نماز روزه فقط دنیا باید جمع کنیم فقط $4 جمع کنیم. من همین روز پیش از پیشین یک جا کشتم یک برادر حاجی داریم گفت که یک برادر قدردان داشتیم بسیار قدردان داشتیم خدا رحمت شام کنه گفت به شهادت رساندنش همین 3-4 ساله نزدیک و گفتم چا کرد گفتی پولی بسیار داشت برای پولای خودش کشتنش طرف میگیره $1,000,000 $500,000 یک سال 2 سال آوردن نمیتونه یک بار میپرسید یک بار قسم میخوره یک بار پگاه میگه ما دیگه میگه سال دیگه میگه این میگه برای بکشش فقط خلاصی میام هرون بیزور مکرد $20,000,000 گفت دعوا داشت یا کپلی کانادا داشت $20,000,000 داشت 40 کس حج رای کرده است ایام خستم گفت 40 کس حج رای کرده است در چند قشلاق او مسجد 5 وقته کرده است در همون روی خطی همون اهل قشلاق گذرانده است همون مسجد روی خط چیکی ای فلان خونه ای کپل ای فلان خونه ای کپل همون را راست کرده است تیار کس داده است و برفته است بین نام و نشان ای جای شیشتگیم راست خیستم گفتم خدا رحمت کنه خدا درجه شهادتش داده باشه این دنیا نمیشه کلان شد همین ناحیه خود مونده پدر پل میچه پسرشانو میکشن یا پسر پل میچه پدر ما بکشن در میلان لبن مانه بالای دنکلو خودم برام بالای افده بالای زنده خودم باشم این دنیا عاقبتش همینه بعد کلان شد بعد از اندازه بیرون شد برای همین با ما رنی با دیگران رنی با بیگانه رنی با خیش تبار خدانه اگر همت هدیه و همین خیلی لله دادن اگر همت نباشه لله دادن نباشه خیلی همون اجاره خیلی وقتنشه و امیدی ثواب و امیدی اجر خیلی باید ما چقدر رفته ایسا است هر روز 1 تا و 2 تا و 3 تا رفته در حق وطن دعا کنه در حق ملت ما دعا کنه برادران خیلی من شما را نمیدونم 20 ولایت روسیه را زیادتر شما گشتگیم الحمدلله نیکی زبان یگان مردم بعدی مردم عرب مثل فارسا و ما تاجیک زبانا در قرآن تازه نمیگرده مثل ما و شما زبانش تازه نمیگرده نباشه شاید در شهر 50 یا 100 یا 1000 حافظ قرآن داشته باشه نه ترکشه نه تاتارشه نه اویغورشه نه دونگنشه نه دیگهشه تازگی و جودت تلاوت قرآن بعد مردم عرب نجات حتی عرب ها در تلاوت فارس زبانا عجب میشنن حیرت میشنن لذت میبرن این نعمت نیست حاضر گفتیم این خداوند اگر نظری رحمتش یسری بویا سولان خدا رحم بکنه از بالای خلق مخلوق یا موجود کنده شوه او مخلوق برباد می شوه او هلاک می شوه او از فرعون هم فرعونتر زورتر می شود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دندان مبارک زدن شکستن رخسار مبارک زدن خونشار کردن بریدا و چادرشان خون رخسار را جمع کرد نیکی دعای هلاکت نکرد حضرت جبرائیل با دعا و سلام آمد یا محمد ان الله یقریک السلام خدا بر تو سلام میگوید و نگوید زمین در فرمانش دادم بخواه دعا کنه همین زمین فرو ببره کسانی که دندان او را شهید کردن یا رخسار او را چفاندن و خونشار کردن صحابگان گفتن یا رسول الله ریدا را بینماز کردی چرا گفت خون پیغمبر اگر به زمین بچکه به اهل او زمین عذاب خدا نازل می شود همه اینا هلاک می شوند مبادا از نسل اینا 1000 سال پس یک مسلمان پیدا شود در اون زمان مسلمان نبودند اهل دین نبودن اهل بت شرک کفر کافری و بدعت ضلالت بودن نیکی گفت مبادا 1000 سال پس از نبی
سلیرگان اینها یک فرزند لا اله الا الله و محمد رسول الله با وجود بیاید. ما از این مسلمان بینا روش نگردانه مسلمان وکیل میرن فلان داملا یا قاری را بیار یا حاجی را یا سلامش کنیم یا کلمه بگه یا مسئلهش پرسید یا آیات حدیث فراموش مینه میگه او در کانی تو که بیای اما گفت زدن نمیتونه من هیچی بو که اومد تو او باشه نباشه هیچی انشالله خدا نزد خدا کسی چیزی باشه نزد خلق خدا چیزی نباشه. حضرت یوسف یه بار همون نجات یافت همون کسی که گمان کرد که نجات یافت اینی اعصر و خمرن گفت با همون سردار من میبینم خوریدم که انگور گفشیده ایسه هم گفت تو میرای نیکی نزدی صاحبت پروردگارت من یادآور شم. بعد پشیمان شد و گریه کرد. به یک روایت 3 سال دیگه در بالای این یا 6 سال دیگه یا زیاد یا کم در بالای زندان زندان شد. گفت های در ما ای خدای خالق المخلوقات ماندگی ای پادشاه مجازی یاری فرستیده. همون سبب فراموش کردنش هم نگه همین گپ کرد. آبی دیده حضرت یوسف علیه السلام زندان الله کرد بگه خاک شب آرامی نداشت نه شب نه روز نه در طاعت نه عبادت نه یاد خدا. یگان کسی که آرامش دادش نتانیست پرسیدنش قریبای دیلش آرام دیهنده های دیلش از 80 100 ساله موی سفیده و جوان مردا گفت خطای کردم پیش خدا چیزی از زبانم برآمد نباشه. مفسران میگویند که حضرت یوسف قصه قرآن خداوند گفته است که ربی السجن احب الیه خدایا زندان بهتر و خوبتر است برای من مما تدعوننی الی از آن چیزی که این زنها به سوی چون من دعوت میکنن. از ما برای شهوت خودمون میکشیم برای حرام در هلاکت غلطیدن خودمون را برباد بچیم شاید پول و مال در حرام صرف خرج کنیم معاذ الله خدا پناه بتیه. مفسر میگوید که همینجا خودش زندان طلب کرد نباشه اگر میگفت خدایا نجات هم بده پیغمبر خدا بود در سین کودکی و طفلیش این حساد داشت با خدا گپ میزد با جبرائیل امین گپ میزد نیکی گفتم اونجا برای چی میگه بعضی مفسران میگن که برای که قضا و قدر علم حکمت خدا رفتگی بود که 3000 یا 100,000 زندانی مسلمان شود لا اله الا الله و یوسف نبی الله گوید برای همین طبیقه اونجا بردش برای همین در زبانش همی گشت اگر او با خدا گفت میزنه دوست خدا میگو خدا خلاصم کن تمام این کار شوخی نیست. این در دنیا عجب است این عالی شاید که ما در 100 سالها کسی ندیده است. وقتی که حضرت زلیخا رضی الله عنها را در حالت کفر و کافری و مشرکی و بتپرستیشان عیبگیری کردن زنها و دخترهای کلان شونده و کلانا گفت بیای او اوقات کرد گپ میآید خبر میآید ضیافت بسیار او اوقات بسیار کرد پیش هر یک کدام انار یا سیب یا میوه که با کار ریزه کرده میشه با تختا و میوه در هر کدامش کاردای چیزی دیدم داد. بعد گفت که خارج شو بر اینها بر بالای این را بعد که بیرون شد بعضی 40 نفر بعضی 60 نفر بعضی 200 نفر حساب میکنن از کلان شونده های همون شهری کلان. بعد میگه که خارج شو گفت برآمد وقتی که دیدنش اوز کرچاد دستشون بدن خیلی ما سای پوش بینیم بعد دستا را بر ریزه کردن گرفتن بعضی 50 را بعضی تا کف میگه بعضی تا اینجا را بعضی تا اینجا را آمدن و اکبر نهو کلامش کردن حضرت یوسف ما هذا بشر این آدم نیست گفتن هذا ملک کریم این ملائکه بزرگ خدا به زمین آمده این آدم نیست این آدمی ذات نیست هذا الذی لمتننی همین از ذاتی که دام ملامت کرده منه عیبگیری کرده منه دیدن که همه دستا تا اینجا بعضی ها تا اینجا بعضی ها تا اینجا بعضی ها تا اینجا بعضی ها تا اینجا همه آغوشته خون ریزه کرده از دستش نه درد فهمیده است نه عذاب فهمیده در حسن جمال یک ذره از 100,000 و میلیون هزارها ذرات جمال نور الهی در بالای حضرت یوسف علیه السلام پرتافته شده بود. و همه حتی قصه ها شاهد میشوند که 6 ماه یا 8 ماه گرسنگی را همه دیگه هیچ چیزی نماند نباشد دیوارها را همه گندم خوشش قطی لای کردن دیوار کردن
برای ویران نشوه، برای 7 ساله گرسنگی که خبر آمده است از نزد خدا نجات نشید. 8 ماه یا زیادتر یا 6 ماه یا کمتر مردم ها همه تمام شد و بعضی طایفه ها را حضرت یوسف میگه سحر میبرامد یه بار از شکرش نقابه میگرفت، همه تماشا میکردن، سیر میکردن، میرفتن کار. بیگه ای کار می آمدن یه بار می برآمد یه سلام علیکشان میکرد، همه سیر میکردن و بی‌فرجی و ماندگیشان دور میشد، میرفتن خانه‌هاشون خوب میرفتن. علم خدا را بینی، معجزه حضرت خداوند جل جلاله را بینی، این را بینی یگان شک شبهه نداره. و بعضی روایت حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها ناز و نوز کردن در حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این یوسف یعقوبی را علیه السلام اینقدر حسن جمال، اینقدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه بودن، شب بودن، بعد شام یا بعد خفتن بودن، حضرت رسول الله گویی زلیخا ای حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها پرده بالای جمال ما پرتافتگی ای، یک ذره نور ما از 70 برابر نور یوسفی بالاتر زیادتر. به یک روایت سوزنشان غلطی نیافتن، یک لبخند کردن، یک دندانشان شیرین کردن، در روشنی همون دندان حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها مست و مفتون شدن و سوزن از زمین یافتن. با دیگر قصه ها و دیگر روایت ها هم هست. و یک روایت همین جنده که حضرت رسول الله سیر الهی را، نور جمال خداوندی را به دندان ارشاد کردن و نشان دادن، سبب شهادت همون دندان شد. سبب شهادت همون زن، همین هم برای همون زن آرامش گرفتنش. مادر صدیقه و مفسره و محدثه را برای آرامشش که گمان نکنه که رحمت للعالمین. حضرت رسول الله گفت که 70,000 برابر حضرت یوسفی کنعانی من حسن جمالم زیادتر و بالاتر. بالای من گفت و یک